قسمت 21 حضرت یوسف علیه السلام، بخش اول. ما بهترین حکایت را به وحی این قرآن به تو میگوییم، هرچند پیش از این وحی از آن آگاه نبودیم. سوره یوسف آیه 3. هزاران سال پیش در سرزمین کنعان که امروزه اردن نامیده می شود، پیامبری به نام حضرت یعقوب زندگی می کرد. او فرزند حضرت اسحاق و نوه ابراهیم خلیل بود. حضرت یعقوب عمری را صرف هدایت قومش نموده بود. او 12 پسر داشت که 10 تن از آنان از یک مادر به نام لیا و 2 تن دیگر از مادری به نام راحیل بودند که یوسف و بنیامین نام داشتند و مادرشان از دنیا رفته بود. حضرت یعقوب علیه السلام از میان فرزندانش بیش از همه به یوسف علاقمند بود. من که چیزی را بیشتر از غذا خوردن دوست ندارم. خوردن تفریح بزرگیست. جاد تو از کودکی شکم پرست بودی. بنیامین خرماست که دوست داری؟ یوسف چرا خودت نمیخوری؟ مادر مرحومت هم کم غذا بود. آنجا رو نگاه کنید، یک صحنه جالب. دور شو حیوان، برو پی کارت، برو. آرام باش، آرام. برو حیوان، از اینجا دور شو. خداوند خیرت بدهد پسرم، متشکرم. پدر جان، این غذا را بگیر. دعا میکنم خداوند به تو عزت و بزرگی ببخشد. بی عقل غذایش را بخشید. به راستی که از نسل ابراهیم خلیل هستی. آفرین بر تو پسر عزیزم. پدر آری پدر، در خواب دیدم که 11 ستاره و خورشید و ماه از آسمان فرود آمدند و در برابر من سر فرود آوردند. پدر، تعبیر این خواب چیست؟ فرزندم یوسف، به درستی که این خواب از رویاهای راست است و آنچه را که من در مورد تو پیش بینی می کردم تایید می کند. این مژده‌ای است از سوی پروردگار
و میگوید که تو به مقامی بسیار بلند دست خواهی یافت. هرگز این خواب را برای برادرانت تعریف نکن، زیرا ممکن است به تو حسادت کنند و دامی برایت بگسترند. اطاعت میکنم پدر. خداوند تو را حفظ کند. نه هرگز دیگر نمیتوانم تحمل کنم، نمیتوانم. پدرمان به یوسف بیش از همه ما علاقه‌مند است. کمی آرام باش. پدر ما مردی بزرگ است و حتما این عمل او حکمتی دارد. فراموش کرده ای که او پیامبر خدا و نوه ابراهیم خلیل است؟ اگر این وضع ادامه یابد بیشک در آینده یوسف جانشین و وارث پدر خواهد شد. هرگز نباید چنین اجازه ای دهیم. باید یوسف را سر به نیست کنیم. نه بس کنید، شرم کنید. ما فرزندان یعقوب پیامبر هستیم. فراموش کرده اید؟ میخواهید دست به قتل بزنید، آن هم قتل برادرمان. لعنت خدا بر شیطان. پس چه کنیم یهودا؟ من خود نیز از توجه بی حد پدر به یوسف خشمگین. آیا تو پیشنهادی داری یهودا؟ من پیشنهادی دارم. شمعون؟ آری، منم شمعون، تیزهوش‌ترین برادرها. لازم نیست یوسف را بکشیم. شمعون، تو از همه ما باهوشتری. بگو ببینم چه اندیشیده ای؟ همگی پیش بیایید تا بدانید. بیایید. پدر برادرانم میخواهند برای تفریح به دشت بروند. اجازه بده من هم با آنها بروم. نه پسرم، بهتر است همینجا بمانی. پدر از تو خواهش میکنم اجازه بده. خواهش میکنم پدر. پدر چرا نمیگذاری یوسف با ما بیاید؟ ما از او مواظبت میکنیم. پدر، یوسف دیگر بزرگ شده است، اجازه بده. یوسف هم به بازی و تفریح نیاز دارد. پدر اجازه بدهید. از آن میترسم که شما غافل شوید و گرگ به پسرم یوسف آسیبی برساند. پدر، این چه حرفی است که میزنید؟ ما مردان بزرگ و قوی هستیم. یعنی نمیتوانیم از یوسف مواظبت کنیم؟ قسم میخوریم که از او به خوبی نگهداری کنیم. تو یهودا، آیا مسئولیت یوسف را بر عهده میگیری؟ بله من بله پدر، من مسئولیت یوسف را بر عهده میگیرم. آیا حاضری قسم بخوری یهودا؟ من بله پدر، قسم میخورم که از او به خوبی نگهداری کنم. خیالتان راحت باشد. متشکرم پدر، متشکرم. پدر، ما همگی قسم میخوریم که از یوسف به خوبی نگهداری کنیم. پروردگارا، من یوسفم را به تو می سپارم. راضیم به خواسته تو. پسرانم ایرک بروید و بدانید که خداوند به همه چیز داناست. هرچه زودتر برویم چون دیگر صبر ندارم. چه شده برادران؟ چه شده؟ بس کن جاد. خودم میدانم چه میکنم. دیگر کافی است. باید زودتر کار را تمام کنیم. پیراهنت را در بیاور یوسف. آخر چرا برادر شمعون؟ این کار ظلم است. این عمل شیطانی است.
این کار را نکنید. پیراهنت را در بیاور. این کار را نکنید، من که کاری نکردم. نمیدانم چه میکنم. خدایا ما را ببخش. شکرت، او زنده است. او زنده است. چرا این کار را کردی؟ دیگر کافی است. بس کنید. نگران نباشید، همه چیز درست می شود. این هم پیراهن خونین یوسف عزیز. البته برای تهیه خون مجبور شدم بره ای را سر ببرم. پس کباب امروزمان هم به راه است. خدایا، در این تنهایی و ظلمت فقط امیدم تویی، یاریم ده. ای پدر، افسوس که حادثه ای که پیش بینی کردی به وقوع پیوست. پدر، ما غفلت کردیم و گرگ یوسف را درید. فرزندان من، ای وای بر شما که فریب شیطان را خورده و تسلیم هوای نفس شده اید. بدانید که یوسف من زنده است و من در برابر این دوری از او و این مصیبت بزرگ صبر و تحمل خواهم کرد، چرا که خداوند این گونه خواسته. شما قسم خورده بودید اما به عهد خود وفا نکردید. این گناهی است بزرگ. خدایا یوسف مرا هر کجا که هست حفظ فرما و در پناه خود گیر. عجب سرزمین برهوتی است این کنعان. مردم چطور در اینجا زندگی میکنن؟ ببینم برده ها حالشان چطور؟ بیچاره ها خیلی تشنن، دلم به حالشان میسوزد. نکند بلایی به سرشان بیاید و ضرر کنیم. در بازار مصر برده ناقص و مریض خریدار ندارد. توقف میکنیم چاه ها. اگر سختی و مصیبتی بر تو وارد شد که از خطای خودت نبوده، بدان که امتحانی از جانب خداوند است، پس در آن حال تن به خواسته خداوند بسپار و راضی باش به رضای او که مطمئناً در آن سختی برکتی نهفته است، هرچند که تو آن را ندانی، و بدان که اگر از آن سربلند بیرون آیی موجب کمالت خواهد بود.
چقدر سنگین است. بگذار کمی خستگی در کنم. معلوم است تو هم دیگر رمق نداری. خیلی خوب، استراحت کن. کمک مرا بکشید بالا. کمک کنید. کیست؟ چه شده؟ سلام بر شما، مرا کمک کنید. چرا حرف نمیزنی تا رها کنم؟ بکش بالا، بکش بالا. خیلی عالی است. پسر، در چاه چه می کردی؟ برادرانم مرا در چاه انداختن. حتما برده بعدی بودی، ولی من تو را می فروشم چون کارم این است. اما شما نمی توانید این کار را بکنید. من برده نیستم. مواظب این پسر باشید فرار نکند. او را با خودمان به مصر میبریم. ببریدش. اطاعت سرورم، هرچه شما بگویید. نه، من برده نیستم. ببریدش. خدایا، خودم را به تو می سپارم. و به خواست و اراده الهی بدین سان یوسف فرزند دلبند حضرت یعقوب از سرزمین خود دور و راهی مصر شد. بهترین و پرکارترین برده ها برای خدمت در مزارع و باغ‌ها، برده های زیبا برای خدمت در قصرها. بیایید بزرگان مصر، بیایید. برده ها از سرزمین های مختلف، بهترین برده ها با ارزانترین قیمت، بهترین و پرکارترین برده ها برای خدمت در مزارع و باغ‌ها، برده های زیبا برای خدمت در قصرها. بیایید بزرگان مصر، بیایید. بهترین و پرکارترین برده فروش. این برده. من این پسر رو میخواهم و حاضرم به هر قیمتی او رو بخرم، چون خیلی زیبا و برازنده کاخ من است. خیلی خوب، بله همینطوره، بله. خدایا، امیدم تویی. بگو ببینم قیمت او چند است ها؟ فراموش کن این پسر به عزیز مصر فروخته شده. عزیز مصر؟ اما من حاضرم هر چقدر بخواهیم بپردازم. بله، این برده فروخته شده. پسر خیلی شانس آوردی که بزرگ مصر خواهان خریدت شده. باید به کاخ او بروی. سلام بر سرور من عزیز مصر. سرورم، این جوان بهترین برده است که تاکنون داشته اید. او پسر خوبی است و بسیار هم باهوش است. خودتان متوجه خواهید شد. اینک او تسلیم اوامر شماست. پسر کمی جلوتر بیا تو را ببینم. سلام بر شما عزیز مصر. به تو نیاموختن که به سرورت تعظیم کنی؟ به خاک بیفت پسر، به سرور خود تعظیم کن. مگر با تو نیستم؟ به خاک بیفت. پدرم به من آموخته که تنها در برابر پروردگار یکتا به خاک بیفتم که او سرور همه بشر. سرورم، او را عفو کنید. او بی تجربه از چه کنم؟ من از پسر بچه های شجاع خوشم می آید. بگو ببینم نام پدرت چیست؟ من فرزند یعقوب پیامبر خدا و از نسل ابراهیم خلیل هستم. از همان ابتدا دریافتم که این پسر از خاندانی بزرگ است. حال بگو ببینم نام خودت چیست؟ نامم یوسف است. یوسف نام زیبایی است. سلام بر بانوی عزیز مصر زلیخا. ای تاجر، این پسر را از کجا یافته ای؟ سرورم، زود از جلوی چشمانم دور شو. ولی سرورم، پول پسرک.
سپاسگزارم سرورم. خروس نگهدارتان باد. نظرت راجع به این پسر چیست زلیخا؟ او را برای بندگی خودمان در نظر گرفتم. پسر خیلی خوب و زیبایی است. او از خاندانی بزرگ است و ما که فرزندی نداریم شاید روزی او را به فرزندی بگیریم. از او خوب مراقبت کن زلیخا. حتما همین کار را خواهم کرد. و ما این چنین یوسف را در زمین مکنت بخشیدیم و برای آنکه او را علم تعبیر خوابها بیاموزیم و مقام نبوت بخشیم برگماشتیم که خدا بر کار خود غالب است، ولی بسیاری از مردم بر این حقیقت آگاه نیستند. سوره یوسف آیه 21. حضرت یعقوب که باور داشت خداوند یوسف او را زنده نگه داشته است، شب و روز در اندیشه او بود و به خاطر دوری از او می‌گریست. حضرت یعقوب با امید به لطف خداوند همچنان در آرزوی دیدار مجدد فرزندش به سر می‌برد. خدایا صبر مرا بر این اندوه بزرگ زیاد فرما و بدان که راضیم به آنچه تو برایم مقدر کرده و میدانم که خیر همگی ما در امان است. یوسف در طول سالهایی که در خانه عزیز مصر میزیست لیاقت خود را نشان داد و به احترام و مقام دست یافت. همه خوب گوش کنید. به زودی آقایمان یوسف برای بازرسی کارهایی که انجام داده اید می آید. او جوانی بسیار تیزبین و دقیق است، پس سعی کنید وظیفه تان را درست انجام دهید و منظم باشید. یوسف آمد. سلام بر شما خدمتکاران عزیز مصر. سلام بر سرور و آقایمان یوسف. آیا همه کارها طبق دستورات و به طور مرتب انجام گرفتند؟ بله آقای من، خیالتان راحت باشد. آفرین بر شما. از عزیز مصر برایتان تقاضای پاداش خواهم کرد. این کمال لطف شماست آقای من. آقای من، بانوی ما زلیخا شما را احضار کردند. بسیار خوب، خواهم آمد. ای فرزند آسمان و خورشید، ای هوروس، آرزوی ما را برآورده ساز و ما را نیکبخت گردان. رفتگان ما را به ثروت ابدی و زندگی جاوید برسان و بر لذت‌هایمان بیفزای. سلام بر بانوی ما زلیخا. مرا احضار کردید. من در خدمت شما هستم بانوی من. سلام یوسف، تو روز به روز برومندتر میشوی. این نظر لطف شماست بانوی من. از زمانی که نظارت بر امور کاخها را به تو سپردم همه کارها بسیار خوب انجام شدند و به همین علت از تو دعوت میکنم که امشب در جشن ما شرکت کنی. متشکرم بانو، اما تو باید بیایی. آنچه مرا خشمگین میکند این است که تو به بت‌های ما اعتقاد نداری و آنها را نمیپرستی. چرا؟ جوابم ممکن است شما را برنجاند بانو. بگو یوسف، این بار از تو جواب قاطع میخواهم. تو همیشه تفره میروی. بگو. آیا غیر از این است که این بت‌ها ساخته دست خود انسان‌ها هستند؟ خیر، آنها را هنرمندان و صنعتگران ماهر ما در کارگاه‌هایشان میسازند. پس چرا انسان باید در برابر شیئی بیجان که ساخته دست خود اوست به خاک بیفتد و آن را بپرستد؟ از نظر من این جز جهل و نادانی نیست. چطور جرأت میکنی بزرگ خود را نادان خطاب کنی گستاخ؟ از اینجا دور شو، از اینجا دور شو، برو بیرون کافر.
یوسف بدان که اگر به خاطر علاقه بسیارم به تو نبود همکنون باید به سختی مجازات می شد. یوسف، چرا اینجا ایستاده‌ای؟ چرا در جشن ما شرکت نمی کنی؟ مرا ببخشید بانوی من، نمیتوانم هوای اینجا را تحمل کنم. میروم بیرون تا نفس تازه کنم. من به تو دستور میدهم. حال که گوش به دستورات و خواسته هایم ندادی، در کارت تدبیری خواهم کرد تا باعث عبرتت شود. خدایا مرا از شر گناهان حفظ فرما و از همنشینی با مردم گناهکار نجاتم ده و سعادت دیدار مجدد پدرم را به من عطا فرما که من در میان گناهکاران تنهایم. خدایا نمیدانم یوسف من اینک کجاست و چه می کند. او را به قدرت خود حفظ فرما و به من توفیق ده تا چشمانم به دیدارش روشن شود.